چند روز است که استاد حیات نعمت سمرقندی که این نام برای هر یکی از ساکنان خانواده تاجیکستان و ازبکستان و عموما آسیای میانه آشناست، مهمان ما هستند و ما هم با استفاده از فرصت خواستیم که با استاد یک صحبتی انجام دیم. شما حیات نعمت سمرقندی به دوشنبه میوید، همه میخوان بشنن که وضع فرهنگیان ما، همشهریای ما در سمرقند، در بخارا، عموما در ازبکستان چگونه است؟ از بس که سمرقند از سال 24 تا سال 29 پایتخت جمهوری مختار تاجیکستان و پایتخت جمهوری ازبکستان بود. در سمرقند مکتب ها شده شد، مکتب های تاجیکی، مطبوعات بود، نشریات بود. انا همین سالها در سمرقند که مکتب های تاجیکی شده شد و نشریات های تاجیکی و حتی تئاتر تاجیکی و همین چیز با ما منفعت آورد. اما در بخارا این چیز دیدن نشد. اگر در حال حاضر در سمرقند زیاده از 200 نویسنده و شاعری تاجیک است. از اینها 15 نفر عضو اتفاق نویسنده های تاجیکستان. حتی بعضی آن البته از بیم دارن، از سیاست بیم دارن و ناشد اونها هم میخوان که عضو اتفاق نویسنده های تاجیک شدن، اما بیم دارن. مثلا چی میتوند باعث بیم اونها شود؟ همین اندیشه به ترس مبدل گشته است امروز. مثلا در بخارا سراینده تاجیک قریب که نیست. اگر باشدم امروز به رویه ایرانی ها میخوانند، سرودهای ایرانی میخوانند. از تاجیک گفتنشان تا از تاجیکی خواندنشان میترسند. یعنی فشارهایی هست در مقامات بخارا و اینها؟ این بود فشار اون بود که همون سالهایی که سال 20 جمهوری خلقی بخارا تشکیل شد و عبدالرؤوف فطرت برای زبان تاجیکی جریمه انداخت، از همون جسد شد. استاد، حالا سطح همکاری های فرهنگی، یعنی منظورم این که وزارت فرهنگی ازبکستان با تاجیکستان، اتفاق نویسندگان ازبکستان با تاجیکستان در چه سطح قرار دارد؟ عموما رابطه نیست. حالا چخیلی که مردم میبینن تنها من آمده ایستادیم، همین یک با گفتی سمرقندی ها یک بلا کرده حدش بسته ایستادیم که همینم بعضا در خودی همینجا هم دیدن نمیتونن که برای چی میبی و با دعوتی که آمدی و همگونه سوال میشه. اولا که تاجیکستان خانه من نخواد که من مثلا با خانه خودم با دعوتنامه بیام. این تازه یک خنده آور و خنده خریش هستین. اگر به عنوان مثال سمرقند رو بگیریم، در اونجا برنامه‌های رادیو، تلویزیون نسبت سالهای پیشین بیشتر شده ایستاد است یا کمتر؟ کم. روزنامه ها به چاپ برسد؟ روزنامه هست. روزنامه تعداد یک روزنامه در سمرقند، آوازی سمرقند، یک صحیفه در ناحیه سمرقند، چون که ناحیه سمرقند قریب 90% تاجیکان این اطراف شهر پیچانده گرفته و یک روزنامه جمهوریوی آواز تاجیک. در بخارا چی؟ در بخارا نیست. شما همچون یک سفیری هستید که میروید سمرقند و عموما ازبکستان میرید به تاجیکستان. حالا نسبت سالهای پیشین کوشش های مقامات حکومت تاجیکستان با ازبکستان، یعنی به نظر میرسد که یک کوشش هایی دارن که این یخ آب کنن. شما به عنوان یک زیایی، یک شاعر، چی پیشنهاد دارید؟ این راه حل چگونه میتواند باشه؟ این فقط در دست دو رهبر است. اینا یگان وزارت کردن نمیتواند، یگان شخص علاوه کردن نمیتواند. اینا تنها دو رهبر با دوستان مروت، با دشمنان مدارا در یک سری دسترخوان شینن، هر دو رهبر و موافقت کنند. استاد، تشکر برای صحبت خیلی هم جالبتون. تاجیکستان جان من، جانم به جانت ای وطن، جان ببخشد بر روان من روانت ای وطن. نیمه شب چون شهروندانت همه برخواب رفت، نیمه شب چون شهروندانت همه برخواب رفت، من همه شب زنده دار و پاسبانت ای وطن.